أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. القلب سعادة من رضاك، والكون عطره من شذاك، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه آستانه، باز در روز جمعه مبارک در برنامه اویلوی و اینچنین در برنامه‌ای که عاید مهمترین مسئله های زندگی صحبت میکنیم با هم هستیم. و امروز در عاید موضوع صحبت میکنیم که بسیاری‌ها در این موضوع پس از الکی دیر شدن فکر میکنند و بسیاری‌ها ندامت میکشند که چرا ما این موضوع را در وقتش جدی نگرفتیم. آن هم درباره بزرگترین اشتباهایی که در وقت انتخاب همسر مایان به آن دست میزنیم. اگر به زندگی معمولی نگاه کنیم عزیزان، اگر یکی از ما خانه ساختنی شد، برای خود اگر گفت که من یک خانه مستحکم برای ابدی برای خود میسازم که من در آنجا زندگی میکنم، فرزندان خود را بزرگ میکنم، عموما تا آخر در آنجا زندگی میکنم، همیشه کوشش میکند یک استای ماهر را پیدا کند، استایی که در حقیقت برایش یک خانه با قوت و پابرجای بسازد تا که بعدا این خانه نکوچد و در این خانه به مشکلی ها روبرو نشود. و حتی نفرانی هم هستند که به هیچ یک استای باور نمیکنند، میگویند خانه‌ای که من داخلش زندگی میکنم باید خودم بسازم، برای اون که به هیچ کس اعتماد ندارم. و عجیبش در این است که اون اهتمامی که آن اهمیتی که ما برای کفتکاو یک استا برای خانه امان، اگر خانه را از نو از پای دیوارش شروع کردیم میکنیم، برای پیدا کردن همسر تقریبا به خرج نمی رود. یعنی انسان هایی که برای ساختن خانه آنقدر کوشش و خرج میکنند، در وقت انتخاب و پیدا کردن همسر این گونه جد و جهد را در آنها دیده نمی شود، در حالی که
خانه که اگرچه قصر باشد، خانه که اگرچه بزرگترین باشد، خانه که اگرچه به آن شما میلیون ها صرف کردید، در داخلش اگر آرامی وجود ندارد، آن خانه مثل زندان میگردد. و آرامش در داخل خانه را زمان مصاحب میشویم که شریک مناسب یا اینکه همسر داشته باشیم که در حقیقت سبب آرامش ما و در حقیقت نفری باشد که ما در کنار او میتوانیم آرامش پیدا کنیم. و اینجا پیش از ساختن خانه و یا پیش از اینکه فکر کنیم که در کجا زندگی میکنیم، باید فکر کنیم که با کی زندگی میکنیم و چگونه در داخل آن زندگی میکنیم. برای آنکه انسان‌های هم هستند که فقط در زیر یک چادر یا یک خیمه زندگی میکنند و خیلی خوشبخت و خرسند هستند، و حتی نفرانی هستند که خانه ندارند، تمام عمر اجاره نشین هستند. اما انسان‌های هم هستند که طول حیات خود را تا 50 سال و 40 سال در داخل قصر گذرانیدن، اما از اینکه سوء اختیار داشتند و یا در وقت انتخاب همسر با این و یا آن سبب به خود همسر مناسب و یا گفتیم همسر صالح پیدا نکردن، آن قصر برایشان مثل یک اتاق تاریک زندان است که نمی توانند از آن خارج شوند و یا اینکه الکی خیلی دیر شد تا اینکه از آن زندان رها شوند. برای همین بیاید اینجا درباره بزرگترین بزرگترین اشتباهایی که در این اتفاقیت زندگی ما به آن دست میزنیم صحبت داشته باشه. و چطوری که گفتم اینجا انتخاب کردن همسر مناسب و یا اینکه شریک حیاتی که در حقیقت میتواند سبب آرامش ما در زندگی شود، برای هر یک فرد آسان نیست و همان طوری که اساسا در عرف تاجیکی ما به آسانی همسر پیدا میکنند و زندگی را شروع میکنند، نباید اصلا این گونه باشد. ما باید از این هم زیادتر در این مسئله تجربه داشته باشیم. و اگر به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم و عموما در تجربه زندگی نگاه کنیم، خیلی که گفتم انسان ها را معیار خوشبختی نفرانی که علل خصوص مثل ما تاجیکستانی ها در یک عائله های سنتی زندگی کردن یا اینکه گفتیم پایبند دین خود هستند، معیار خوشبختی آنها را اگرچه هزارها بار بگوییم که پولدار است، سرش بالا است، یا اینکه آبرودار است، سرش بالا است، یا چیزی دیگر، ولی همه میدانیم که آنی که همسری بد دارد، خواه زنی بد دارد، خواه شوهری بد دارد، یعنی مهم اگر یکی از همسر بد باشد در آن خانه خوشبختی نیست. و با کوچیدن خانه، با از دست دادن مال، با از دست دادن آبرو و این چیزها یک مدت انسان ناراحت می شود، ولی باز به خود می آید. به خود آمدن آنهایی که پایبند دین و توکل در قلبشان است آسان است. اما آنهایی که همسری بد دارند و علل خصوص رها شدن از آن همسر نمی توانند به خاطر اینکه الکی دیر شد و یا الکی فرزند زیاد دارند و یا تهدید آنها را چیزی تهدید میکند، تمام عمر در مصیبت هستند. تمام عمر اگر 50 سال 40 سال زندگی کردن همش در مصیبت، و اگر چه خانه های بزرگ و پول و مال و چیز دیگر دارن، به چهره آن انسان نگاه کرده میگویی انسان خوشبخت نیست، به صحبت این انسان نگاه کرده میگویی خیلی ناامید است، از رفتارش میبینی که این انسان خواه زن باشد خواه مرد، حالا کی کسی نباشد، وقتی همسری بد دارد در زندگی دارد خیلی اذیت و عذاب میکشد. برای همین از اینکه پروردگار زندگی مشترک را برای ما حلال گردانید، نه به خاطر اون که ما در اینجا زیاد فرزنددار شویم و از پی همدیگر همیشه باشیم و چیزی دیگر. اولین سبب این است که الله میگوید لتسکنوا الیها، تا اینکه در کنار همدیگر آرامش پیدا کنید. و شما چون همین گونه شما را آفریدم نیاز به همسر دارید و آرامش هر یک مرد در کنار همسرش است. بعد از البته بزرگ شدن در کوچکی گفتیم در کنار مادر یا در دامان مادر. و هر یک زن نیست وقتی همسر دارد و در حقیقت همسری دارد که او همسری کرده توانست و آن شرط و شروط همسری را دارد، او در کنار او آرامش دارد. و میبینیم که با آن همه عیش و عشرت، با آن همه
زندگی که غرب امروز دارد، تقریبا هر یک نفر دویومی آنها یا مشکل روانی دارد و یا دارو و علاج های آرام بخش میخورند یا به مواد مخدر دست میزنند یا به سیگار و به الکل تا اینکه آرامش یابند، چون در خانه و در لانه خود آرامش ندارند. برعکس این زندگی یک افریقایی رو میبینی یا یک عائله مسلمان خاکسار رو میبینی، وقتی در حقیقت، نمیگویم ظاهری، در حقیقت از روی گفته پروردگار اگرچه آنها شرط و شروط خود را ندارند، خیلی در آرامش با خرسندی و در چهره اشان و چشمان آنها اندکی مهر و محبت عیان است و میگوید که این یک عائله است که زندگی خوب دارد. پس اینجا چگونه که گفتم آرامش خود را و خوشبختی آینده خود را هم شما زمان صاحب آن می شود که در حقیقت همراه شما یا همراه ما شریک حیات باشد که می توانیم همراه او زندگی را دوام دهیم. اما یک نفر ناموافق در پهلوی ما هست، باید تا آخر عمر در جنگ و جنجال با او باشیم یا تا آخر عمر خود را به نادانی و به کره بزنیم در حالی که می شنویم و می بینیم، یا اینکه جایش بیاید خیلی زود، یعنی پس از مدت از همدیگر جدا شویم، فرزندها یک طرف و خودمان همیشه در پشیمانی و در ندامت که چرا من با این گونه زندگی خود را بنیاد کردم. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید که دنیا یک متاع زودگذر است، یعنی خیلی زود میگذرد، با اون که خرسندی ها دارد، غم ها دارد، اما یکی از بهترین متاع آن یا یکی از بهترین نعمت آن زن صالحه می باشد، زنی که در حقیقت ترس از الله دارد، ترس از پروردگارش دارد، نه اینکه از ترس شما، نه اینکه از ترس خانواده شما یا نه اینکه از ترس مردم، بلکه از اینکه پروردگار او را همیشه مراقبت میکند، او در مال شما و این چونین در نفس خودش به شما خیانت نمی کند و اگر باشد نباشد برای او فرق نمی کند، بودن و نبودن شما او را تغییر نمی دهد، در همان امانتداری خود همیشه می ایستد. اگر این گونه زن دارید، شما بهترین نعمت دنیا را دارید، از آن همه نعمت های دنیا، از آن همه تنگه و طلای دنیا برایتان بهتر است. و خیلی که گفتم در حقیقت مردهایی هستند که با آنکه کنزهای دنیا را دارند اما در خانه آرامش ندارند، و اما مردهای هم هستند که در دست چیزی از متاع دنیا ندارند، اما چون همسر صالحه نصیب آنها گشته است، همیشه در چهرهشان و در صحبتشان و در رفتارشان میبینید که خود را خوشبخت حس میکنند و از خود و از حیات خود راضی هم هستند. پس برای این گونه زندگی را لایق شدن، یا اگر خودمان الکی دیر کردیم تا که فرزندان ما صاحب این گونه زندگی شوند، تا اینکه فرزندان ما هنوز دوم روزی عروسی نگویند که من دیگر نمیتوانم با او زندگی کنم، یا پس از مدت خودمان به حال خودمان گریه نکنیم که چرا این عروس و یا این داماد را انتخاب کردیم. بیاید ببینیم که در وقت انتخاب و کدام اشتباه‌های جدی ما دست میزنیم و چگونه میتوانیم این اشتباه‌ها را برطرف کنیم و یا راه حل آن را پیدا کنیم. اولا از همه اشتباه بزرگ و ظاهر در ما در عرف تاجیکی این است که مایان شناخت کافی از اون طرف نداریم، یعنی هنوز شناخت کافی از عروس اگر عروس آوردنی شده و یا هنوز شناخت کافی از داماد نداریم، با عجله به فاتحه کردن سپس به ازدواج شروع میکنیم. یعنی خیلی زیادی ها هستند که میگویند از اینکه عمه گفت همسایه من است انسانی خوب است، یا اینکه یک دوستی پدرم یا یک دوگانه مادرم یا اینکه خودم او را یک بار دیدم، الکی اقدام به ازدواج میکنند، گویا که اینقدر این ازدواج کار آسان باشد که با تعریف کردن یک نفر یا دو نفر الکی ما اعتماد پیدا میکنیم که اون طرف مناسب است برای برپا کردن زندگی مشترک. اون زندگی مشترک 1 سال و 2 سال نیست، از 30 سال و 40 سال و 50 سال اگر الله اجتهاد دوام میکند. و این چنین اون زندگی مشترک این نیست که فقط یک تبسم اون انسان را یا اگر پولدار باشد با پول او ازدواج کنید. باید وقتی با این انسان ازدواج میکنی کل خاراکتر او را قبول کنی، کل عائله او را قبول کنی، با همه بدی و نیکی هایش بسازی و دوام دهی. پس اینجا
چرا اینقدر در این مسئله زیادی ها شتاب میکنن؟ و در این باره من بارها هم پیشتر گفته بودم که وقتی مثلا در ترکیه یا در مصر یا در ایران یا بجز تاجیکستان ما و ازبکستان هم که خیلی در این مسئله به ما نزدیک است عرفشان، میبینید پیش از اینکه حتی فاتحه نکرده، پیش از اینکه رضایت برای فاتحه دهند که خطبه میگویند در زبان عربی، خانواده عروس میگویند ما میخواهیم داماد رو ببینیم، همراهش صحبت کنیم. برعکس خانواده داماد هم میگویند یک روز عروس به خانه ما بیاید، البته همراه محرم هایش تنها نه، ما میخواهیم با او صحبت کنیم. و این گونه مهمانی ها یک بار یا دو بار میشود. یعنی پدر و مادر عروس، برادران عروس و اگر یگان نفر دیگری داشته باشند، همراهی دامادی که حال و فاتحه نشده است، هیچ با او وعده ندادن، عهد و پیمان نشده است که ما به شما دخترمان رو میدهیم، صحبت میکنن. آن هم صحبت های از زندگیش، از درباره آینده چی نقشه های دارد، چگونه میخواهد خانه بسازد، یعنی خانه زندگی مشترک، این چیزها. برعکس این با عروس هم پدر و مادر داماد صحبت میکنن و از عروس درباره تحصیلش میپرسن که در ما تقریبا این چیز عموما وجود ندارد. ما نه از داماد میپرسیم نه از عروس که یگان چیز خوانده یا خواندنی هست. و این چونین طرف عروس خیلی که با داماد صحبت میکنن و در صحبت اگرچه میگویم نه ریاکاری میکند، پنهان کاری میکند، هرچی باشد هم شما الکی تصور دارید که این شخص کی هست و چی هست. و طرف داماد هم عیناً با عروس، حتی پدر داماد، مادر داماد، خواهر داماد، یک عائله بزرگ همراهش می نشینند، همراهش صحبت میکنند و اونجا دو عائله هستند، یعنی هیچ نامحرمیت وجود ندارد. و به یگان مشکلی گفتیم عروس همراهشان صحبت میکند، اگرچه کمی شرم و حیا و چیز دیگری هم هست، و از همدیگر به خوبی شناسایی میشوند که حداقل میدونند که این دخترک چگونه رفتار دارد در صحبت، یا مثلا کمی جدی هست یا اینکه کمی شکاک است، زیادی خنده میکند یا نمیکند، یا خیلی شرمدار است یا اینکه نه به مشکلی صحبت کرده میتواند. و طرف عروس هم میدونند که داماد چه فکرها دارد، یا برای آینده چه نقشه دارد. و داماد و مادر عروس از داماد و عروس آینده خود با خبر هستند. و این چیز تقریبا در کل کشورهای مسلمان دیده می شود. در ما یک عرفی خیلی عجیب داریم، گمان میکنیم با حیاگی است، اما خیلی معذرت میخوام، با حیاگی نبود، تماما میتوانیم بگوییم که بی عقلی است که داماد رو عموما پدر عروس نبیند، بعد از ازدواج در پس از یک هفته دو هفته بعدم بیند که دخترکش رو بکی داد. خیلی جای عجیب است. یا اینکه عروس رو بعضن عموما عائله داماد از نزدیک ندیدن، فقط در صورت در عکس دیدن یا شنیدن که این گونه بوده است و نمیدونن که وای چگونه صحبت میکند، چگونه رفتار دارد، هیچ خبری ندارن. بعد از عروس شده آمدن فقط خیالات خود رو دارن که عروس ما این گونه باید باشد و این گونه میکنیمش. انا این طور میبینید که دو نفر تماما، یعنی داماد رو ما تماما نشناختیم، عروس رو ما تماما نشناختیم. یک سال گذشت، دو سال گذشت، بعد از یک تا یا دو تا کودک معصوم به دنیا آمدن فهمیدیم که چی عجایبات غرایبات در داخل این شخص بوده است. انا این شناختی کافی نداشتن است که مایان در این مسئله خیلی شتاب میکنیم. و چه خیلی که گفتم از حیا میداند وقتی پدر همراه داماد آیندهش بنشیند و بگوید که پسرم شما ازدواج کردنی هستید، آره من دختر دارم، دخترم این گونه بعضی مشکلی ها دارد، اگر داشته باشد که حتما دارد و این گونه کارهای خوب هم دارد، این گونه نقشه ها هم براش داشتم و این گونه، یعنی طور پدر صحبت کند که الکی داماد در ذهنش باشد که دختری کی را به زنی گرفته ایستاده است، چیکار کرده ایستاده است. از اون طرف هم میتواند مادر داماد بگوید که ما آره به خواستگاری شما رفتیم، تا اندازه شما راضی هستید، ولی این جوری بعضی مشکلی ها ما در خانواده داریم که البته در همه خانواده است. نه اینها رو تماما پنهان یک فرشته به خانه ما می آید، این طرف هم یک فرشته رو ما برای خود داماد کردیم. بعد از این میبینیم که چه مشکلی هایی می شود که عموما اون بدبینی هایی که نسبت عروس و داماد پس از ازدواج یک سال و دو سال در
عرفی یا گفتیم ببخشید در جامعه تاجیکی می شود شاید در یگان کشور نباشد. اینقدر داماد را بد میبینن، اینقدر عروس را. از برای چی این گونه؟ برای اینکه این گونه انتظار نداشتیم، این گونه ما او را نمیشناختیمش. انا برای همین میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم دختری خود را به علی میدهند، فاطمه را، و علی را تقریبا خودشان بزرگ کردند. علی در خانه پیامبر زیادی خدمت پیامبر را میکرد، از اینکه پدرشان کم دست بودند و کم بغل بودند. و این چنین حضرت علی بجز اینکه دستیار پیامبر بودند، حضرت علی را پیامبر کلا میشناختند. با وجود اینکه اینقدر خوب میشناختند، و فاطمه میگویند که دخترکم آیا راضی هستی که من تو را به زنی به علی بدهم؟ که حضرت فاطمه وقتی سکوت میکنند پیامبر دیگر رضایت میدن. و عجیبش این است که حضرت علی خودشان به خواستگاری می آیند، چون پدر نداشتن یا اینکه برادرها داشتن، اما خودشان می آیند و میگویند من به خواستگاری دختر شما آمدم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم دو مرد با هم دیگر صحبت میکنند و البته بعد از رضاگی دختر خود که در دادن دختر اجازه این دو نفر حتمی است، هم دختر هم ولی دختر که اول پدر است بعدم پدر نباشد برادر و دیگرها باید رضایت داده باشند. انا چه خیلی که گفتم این مسئله اون مسئله نیست که با خوشخیالی ها با امیدها برای آینده یک نفر رو ندیده و نشناخته و ندانسته که آن انسان چگونه انسان است اینقدر زود دختره که خود رو بدهیم، بعدا گناهش هم بالای تقدیر. حتی تقدیرش بود است که به این بدبخت ما خدا شدیم، تقدیرش بود است که حیاتی پسرم را سوزانیدیم یا حیاتی دخترم را. کسی شما را مجبور کرده بود یا کسی ما را مجبور کرده بود یا خودمون در این مسئله خیلی سهلنگاری میکنیم و اون عرف و عادت هایی که بر ضرر ما خیلی زیاده است هرگز رهاکن نیستیم، همیشه پایبند آن می باشیم. انا برای همین عزیزان بیاید در این مسئله همین عرفی که خیلی بر زیان ما هست و خیلی دارد خانه ها رو ویران میکند کنار گذاریم و پدری داماد، برادرانی داماد، خواهر و مادری داماد در این مسئله بگویند بیایید از عرف میگذاریم، عروس رو در خانه مهمان میکنیم همراه البته عائله‌اش. یا این طرف هم علل خصوص پدری عروس بگوید که نه من تا زمانی با اون نمی نشینم، صحبت نمی کنم، از گذشته و آیندهش خبر ندارم که چی نقشه هایی دارد. البته یک نفر که کلی سرش را نمیگوید نمیتوانم دخترم را بدیم. چرا؟ برای اون که شاید یک انسانی بدبختی هست که امروز میگیرد فردا حتی طلاقش را نمیدهد. یعنی این گونه مردهای ظالم هم هستند که بالای ظلمی که میکنن زن رو طلاق نمیدن تا که در دست آنها عذاب کشد. یکی به این گونه مردها روبرو نشویم که بعد از این میگه دختری من در اذیت است، میگه طلاقش رو نمیدهم، تو هم نمیتونی هیچ کار کنی، نه به یگان سود مراجعت کنی نه یگان قاضی شرعی داری. و این طرف هم عروسک های هستن که خیلی بد اخلاق هستن و تهدید هم میکنن که اگر مرا طلاق دادید یا شمایان رو من به حکومت میسپارم، به میلیسه و سود میدهم یا خودکشی میکنم که گناهش بر سر شما. اون طرف هم نمیتواند جدا شود. یعنی برای با این گونه مشکلی ها رو برو نشدن باید شناختی کافی داشته باشیم، نه اینکه از یک شهر دوره از ناحیه دوره با یک دیدن و با یک شنیدن با خوشبینی و خوشخیالی خیلی رضایت داد. بعد از این واویلا من چیکار کنم که این گونه عائله با ما رو برو شده است. باز ببخشید اینجا متهم کنیم تقدیر را. و مسئله دیگر در این مسئله اشتباهی این هم خیلی از ببخشید اشتباه های بزرگ انتخاب کردن از نام داماد یا عروس. یعنی خیلی زیاد عائله ها یا خیلی زیاد جوان هایی که تمام عمر ندامت میکشند و پدر و مادر خود رو به نیکی در این مسئله یاد نمیکنند، اونهایی که میگویند به نامی من یا به جای من پدرم عروس انتخاب کرد، مادرم عروس انتخاب کرد، بعضی ها میگن مادر بزرگم انتخاب کرد. و خیلی دخترکانی که هم میگویند من در این مسئله خیلی بدبخت هستم، وقتی میگوی آخر چرا انتخاب کردی، میگوید در دست من که انتخاب نبود، انتخاب رو از نام من کیها کرده بودن، هنوز من به دنیا نآمده وعده شده بود، یا هنوز پس از تولدم در یک روزگی و یک ماهگی هم گفته بودن که این آینده عروسی شما، که الکه گویا تقدیر ما همانجا تمام شده بود. یعنی انتخاب کردن از نام داماد، انتخاب کردن از نام عروس یکی از اشتباه‌های بزرگی هست که مایان خوش کردیم، مایان دوست داشتیم، اما آن دو نفر یکدیگر رو میپذیرن، قبول دارن یا قبول ندارن. انا چه خیلی که گفتیم
بعضی ها دخترک رو هنوز در کوچکیش به یک نفر گهواره بخشید میگویند یا الکی نامزد در کوچکی میگویند کرده میمونند. بعضی ها هم برای پسر بچهشون، در حالی که آنها بزرگ میشوند شاید پسر بچه نفر دیگری رو دوست داشت، شاید دخترک هم هرچی بزرگ میشود او را نمیخواهد و دلش بر یک نفر دیگر است که به این چیز حق هم دارد. البته به عشق و عاشقی و این چیزهایی که من گفته ایستادم رابطه ندارد. مقصدم این که یک نفر رو من میخواهم همسری او باشم گفتن چیز دیگر است، با یک نفر رابطه های عاشقانه و محرمانه داشتن که این کاملا گناه است و چیز دیگر. پس اینجا انتخاب هایی که میکنن، انتخابی که پدر و مادر یا خش و تبار الکی از نام جوان میکنن و جوان های هم هستن که میگویند مادرم مرا عق میکند یا مادر بزرگم پدرم رو عق میکرده است اگر من این یا اون دختر عمم یا عمم رو نگیرم و چیز دیگر. در حالی که خیلی که گفتیم زندگی مشترک دو نفر، اگرچه ما در عائله پدر و مادر مدت زندگی میکنیم، ما دو نفر با هم میسازیم، دو نفر زیر یک بام زندگی میکنیم، دو نفر باید فرزند به دنیا بیاوریم و آنها رو بزرگ کنیم، دو نفر هستیم که آینده کلی یک اولاد و اجداد در دست ما هست. پس ما همدیگر رو بشناسیم، ما باید بدانیم که آیا ما می توانیم با همدیگر زندگی را دوام میدهیم یا نه. اما اینکه مادر کسی را انتخاب کرد، پدر برای خود باید انتخاب کند، مادر برای خود باید انتخاب کند، چرا برای پسرش؟ آره وقتی می شود یا بعضا پدر و مادر میدانند که پسرشان از عهده انتخاب نمی براید، برای اون که یعنی شخصیت خیلی ضعیف است یا که این گونه یک مشکلی دارد که او نمیتواند یک زنی صالحه رو انتخاب کند، خودش بد اخلاق است و پدر و مادر فقط اینجا کمکش میکنند، مجبورش نه، کمکش میکنند که پسرم این نفرهایی که تو گفته ایستاده مناسب تو نیست، اینها نمیتوانند همسر تو باشند. یا بعضا آره دخترک از اینکه زنها خیلی زود به ظاهر باور میکنند و ظاهر را دیده اعتماد میکنند، بعضی دخترک های هم هستند که در وقت انتخاب خیلی اشتباه میکنند. در اینجا پدر از نام دختر کاملا انتخاب نمیکند، برعکس پدر میگوید انتخابت غلط است، همراه نفر دیگر رو انتخاب میکنیم و به دخترک خود سببش رو هم میگوید که دخترم عزیزی پدر، این انسانی که انتخاب کردی این گونه مشاکل دارد، نمیشود با او زندگی کنی. اما این یک مشورت است، یک مصلحت است یا اینکه رد کردن است، نه اینکه بعداً مجبورن یک نفر رو به نفر دیگر دادن یا به پسر خود یک نفر رو زن گرفتن، انتخاب رو هم خود کردن. که این مسئله ازدواج مسئله نیست که تو برای ببخشید فرزندت همسر انتخاب کنی و خودت راضی باشی از او. شاید چیزهایی که تو در آن دختر یا چیزهایی که تو در آن داماد دوست داشتی اینها دوست نمیدارن، در فکر آنها شخصیت دیگری هست. برای همین انتخاب نباید از نام داماد یا عروس کرد که اینها باید با هم خود همدیگر را انتخاب کنند و البته مشورت و مصلحت مسئله تماما دیگر است. اما به زور انتخاب کردن و زن دادن و شوهر دادن از مسائلی هست که رفته رفته این چیز در ذهنی خواهرها هم مونده است که خیلی زیاد دخترک ها میگن از اول زندگی من این مرد رو دوست نمی داشتم و الکی میدونستم که با این انسان زندگی رو دوام دادن نمی توانستم، اما چی کنم که مجبورم کردن. و خیلی جوان های هم هستن که من اولین باری که دیدم دیگر گفته بودم که من با این دخترک نمیتوانم، خواه نخواه زندگی من ویران می شود. اما از این که در اونجا رابطه های عائلوی پشت میخورد و مسئله های جدی در عائله ها میشد، من هم سرخم کردم، نه بالاخره پس از مدت طلاقش را دادم. برای همین پدر و مادران عزیز، بزرگان، حتما باید در این مسئله فکر کنید که شما آینده بزرگی دو نفر را ویران میکنید و عائله ها را پشت میدهید و این چنین این طلاقی که در این عائله می شود یا این نافهمی و جنگ و جنجالی که من با زور مجبوری با تو زندگی کردم و این چیزها و بیماری های روانی و هزار یک درد دیگر سبب می شود که کلا زندگی یک نفر رو ما ویران میکنه. یعنی برای خود یا نمیدونم ما یک کاری خوب کرده ایستاده ایم گویان یک عروسی خوب برایش انتخاب کنم، تحفه بهترینی من یک داماد را پیدا میکنم که زندگی خوب داشته باشه، برعکس زندگی آنها را به زهر مار تبدیل میدیم. و چیز دیگر اینجا مسئله خیلی مهم دیگر شاید سیومین اشتباه باشد عزیزان، این امید به تغییر دادن آن نفر. یعنی عائله های هستند که میدانند که با یک انسان های بدبخت دارند
خدا میشوند یا به یک عائله بدبخت دختر میدهند یا از آنها عروس میگیرند، میدانند اون عائله بد است، الکی میدانند. یا اینکه میدانند که همون جوانی که داماد اینها هست میدانند که دست به گناه ها میزند، مشکلی های جدی دارد و حتی بعضی ها بیماری هم دارد، اما امید دارند که زن میگیرد و خوب میشود، یا امید دارند که وقتی عروس شد این دختر خوب میشود. آره، بعضی از صفت‌های در انسان هست، بعضی از صفت‌های هست که انسان آن را دیگر میکند، آن هم اگر خواهد. اما بعضی از خاراکترهای هست که الکی آن خاراکتر به جسم و جان و گفت خودمون به خون و استخوان انسان دیگر در آمده رفته است و کاملا آمیخته شده است، آن را کسی تغییر داده نمیتواند. برای همین نباید در این مسئله اینقدر با امید و خوشبین باشیم و گمان کنیم که نه، ما میتوانیم این نفر را تغییر دهیم، یا میتوانیم این که داماد ما شد خوب میشود، یا این که عروسی ما شد خوب میشود. اینجا به حدیثی که در ترمذی هست عزیزان یک توجه میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر به نزد شما خواستگار آمد که شما ترضون دینه و خلقه، دو چیزش را دوست داشتید، یکی دین او را، دیگر خلق او را، اخلاق او را دوست داشتید، در این وقت میگویند فزوجوه، شما دختر خود را به او دهید. اگر این کار را نکرده در روی زمین فساد زیاد می شود، دیگر قوانین همش پایمال می شود. پیامبر دو چیز را میگویند حتما در وقت انتخاب به این چیز نگاه کنید، انسان دیندار باشد که دینداری انسان را با یک خم شده راست شدنش نه، دینداری انسان را در زندگیش انسان بداند. یعنی وقتی دیدیم که یک نفر یک بار درآمد مسجد، دو بار درآمد مسجد، یا یک نفر را دیدیم که چهره دیگر اسلامی دارد، یا یک دخترک دیدیم که حجاب اسلامی دارد، یا پسر بچه را دیدیم که در دست تسبیح یا قرآن دارد، این الکی دلالت به آن نمی کند که این انسان دیندار است. و پیامبر میگن ترضون دینه، راضی هستید از دین او. برای همین اینجا این مسئله خیلی مسئله جدی است. اینجا قصه هست که بار مرد به نزد عمر ابن خطاب، وقتی که عمر ابن خطاب خلیفه بودند، می آید و میگوید عمر ابن خطاب خلیفه، من میخواهم به من یگان مسئولیت رو بدید، یعنی من میخواهم کارگر شما باشم، آدمی دولت باشم، به گفت خودمون یک مسئول باشم. حضرت عمر میگویند برای من نفری را بیاور که تو را به من توصیه کند، یک نفر امانتدار را بیاور که من از او بپرسم که تو کی هستی، برای اینکه هر چی که درباره خودت میگوی هر انسان خودش رو تعریف میکند و من کارگرها یا نفرانی را به حکومت خود انتخاب میکنم که باور داشته باشم که انسان دیندار است. سپس آن مرد میرود یک نفر را میآورد و حضرت عمر هنوز از او نپرسیده میگویند آیا همسایه‌اش هستی که برآمدی او را دیدی؟ که همسایه از همسایه خیلی باخبر است، برای همین همسایه ها با هم دیگر خدا شدن، بیشتر یکدیگر را خوب میشناسند. آیا همسایه‌اش هستی؟ اون مرد میگوید نه، من همسایه‌اش نیستم. میگویند حضرت عمر آیا همسفرش بودی که در سفر انسان یکدیگر رو خیلی خوب میشناسد؟ او میگوید نه، همسفرش هم نبودم. حضرت عمر میگوید آیا داد و گرفت کردی، خرید و فروش، قرضگیری و قرضدهی که در این مسئله مرد بودن یک نفر رو میفهمید وقتی در مسئله مالی آنقدر پستی نمیکند؟ او میگوید نه، ما یگان خیلی داد و گرفت مالی هم نداریم. پس حضرت عمر میگن پس چی دیدی؟ دیدی که در مسجد یک بار راست شد، خم شد، یعنی رکوع کرد، سجده کرد، گمان کردی که این یک انسانی خیلی خوب است. این کفایه نیست. برای یک نفر رو دانستن یا شهادت دادن که این انسان انسانی خوب است، تو باید یا همسفرش باشی، یا همسایه‌اش باشی، یا دادوگیری شریکش باشی. نمیشه که یک نفر رو دیدی که یک بار دو بار خم شد راست شد در مسجد، دیگر و انسان دیندار است، او رو ما میتوانیم امین دولت کنیم، او رو میتوانیم ما به یکان مقام و منصب بمانیم. در اینجا حضرت عمر قبولش نمیکنند. انا در اینجا هم در ما خیلی هم میگویند نه، یک بار کدامی او رو دید است انسانی خوب بود است. یک روز من او رو در کوچه دیدم خیلی خوب بود، راستی من او رو در یک نشست دیدم و خیلی دوستش داشتم.
نمی شود با این مسئله این گونه خوشبین خوش خیال باشیم که اون انسان خیلی خوب است. انا برای همین اینجا اگر بد باشد هم ما تغییر میدیم ان شاء الله. باز بعضی جوان‌های هستن من چگونه مرد هستم اگر او را تغییر دادن نتوانم، یعنی من همون مردی هستم که او را میتوانم در یک شب تماما تغییرش دهم که یک انسانی خوب شود. آره شاید یک روز خوب شود، دو روز خوب می شود، اما باز به اصل خود برمیگردد. امروز نه، فردا نه، پس از یک سال دو سال، بعضی ها پس از 10 سال باز همان به احمد پارینه برمیگردند. پس وقتی یک عیب های جدی رو دیدیم خودمون، البته به شنیده ها در این مسئله نباید باور کرد، در حقیقت اون طرف رو میشناسیم، کسی که خواستگار ما هست و میدونیم که جدی عیب ها دارد. علل خصوص پدران عزیز، دخترک ها در دست شما امانت است و وقتی که دختر خود را به یک بدبختی، به یک بد اخلاقی، به یک بدینی، به یک نفری که حیات او را سیاه میکند دادید، گمان نکنید که با همین تمام تا روز قیامت، در روز هر عذاب و مشقتی که دخترک میکشد به گردن پدر است. برای همین در این مسئله پیامبر به مردها، به پدرها در اینجا خطاب کرده، میگویند ای پدرها یا ای ولیها، وقتی به نزد شما خواستگار آمد که شما اخلاق او را پسندیده، دین او را چگونه که گفتم در ظاهر و در دوبارکو کردن نه، دین او را در اخلاقش، در داد و گرفتش، در دوستهایش با کی دوستی میکند، در مناسبتش با همکارانش اگر کار کند، در مناسبتش با همسایه‌هایش، در تمامی معاملاتش کفت و کاف کرده میفهمید، بعداً به او دختری خود رو میدید. یک دخترک رو هم با یک دیدن حجاب اسلامی، با یک در یک توی اسلامی دیدن، با یک در عکسش رو، الان خیلی یک مد جدید هم داریم، عکسش رو میبینن دیگر تمام او رو خوش میکنند و راضی هستند. انا اینجا هرگز نباید کسی برای خود اونقدر جسارت اون رو داشته باشد یا گفتیم اونقدر جرأت داشته باشد که بگوید من این انسان رو تغییرش میدم یا خدای ما که شد تغییر مییابد. البته چگونه که گفتم اینجا بعضی از خاراکترهایی هست که کسی اون رو تغییر داده نمیتواند، علل خصوص اگر به عصبیت و به زود غضبناک شدن و در وقت غضبناک خود را به دست گرفتن نتوانستن و مواد مخدر و نوشیدن مشروبات اسپریتی و دختربازی و این چیزهای باشد که یک بیماری های هستند که بعضی رو هرگز رها نمیکنند. برای همین اینقدر خوشبین نباشیم که بقیه‌اش خوش شده میره، خوب شده میره و ما خوب کرده میگیریم، ما خوبش کردیم خوبش میکنیم. عزیزان خوب کردن شاید یک مدت کوتاهی باشد که اون هم وانمود میکند که خوب شد. علل خصوص بعضیا خیلی قول و قسم هم میکنند که من نماز نمیخونم یا من عرق می نوشم لیکن پس از ازدواج تماما ترکش میکنم. دخترک های هم هستن که میگن من زود بزرگرد و خریدهای زیادی دارم اما پس از ازدواج کاملا ترک میکنم. یعنی بعضی خاراکترها رو الکی وعده میدهند که ترک میکنن، آیا در حقیقت ترک میکنن آنها یا نمیکنن؟ برای اینکه بعضی چیزهایی هست که میشود ترک کرد اما بعضیش رو نه. برای همین باید بگویم که نه الان ترک کن، حتی 1 سال گذرد، حتی 6 ماه گذرد، ما باید ببینیم تو میتوانی یا نه. پس از 1 سال 6 ماه اگر توانستی خیلی خوب، اگر نتوانستی نه، راهی من و تو جدا است. بعضی میگن نه 1 سال برای یک نفر رو امتحان کردن، 2 سال برای دیدن که این کس چخیل شد دیگر شد یا نشد، اینجا پیر می شود 27 ساله می شود، اینش باشد 23 ساله می شود. عزیزم تا 70 سالگی با او زندگی میکنیم، تا 90 سالگی با او زندگی میکنیم. 1 سال چیزی نیست در برابر اون 50 سال، 2 سال چیزی نیست در برابر اون 40 سالی که ما دیگر زیر یک بام چیها با این اگر این نفر اصلاح نکشد داریم میکشیم. و چیز دیگر عزیزان اینجا از اشتباههای خیلی جدی ظاهر پرستی می باشد. چگونه که گفتم این مسئله به یک مسئله خیلی دهشتناک از جهت دیگر به یک مصیبت تبدیل شده است. برای اینکه یک داماد را پیدا کنند میبینن فقط در تلفن، میگن تمام خیلی خوب است، عکسش به من نقل شد، میتوانیم با او چیکار کنیم؟ دخترمون رو بدهیم. عروس کی بود است؟ عروس در یک شهر در یک کشوری هست، انا عکسش رو ببینید، تمام عکسش رو دیدن، اویلش که اویلش هم در همون عکس است، همون کیفوی است. یعنی ما دیدیم که خوش رو همه نشستن. عروس هم چون همیشه در عکس ها خیلی با آداب با مرام خیلی با وقار می نشیند. داماد هم جوان مردی است که از او هرگز ظلم برپا نمی شود، بعد از دست او ظلم نمی آید. یعنی عکسش رو دیدیم کیفوی است برای ما، در حالی که با یک
نگاه با یک عکس دیدن نمی شود به یک نفر ما بگوییم که انا این نفر در حقیقت همون شریک حیات ما است، انا این نفر مناسب دختر ما یا مناسب پسر ما هست. چه خیلی که گفتم ازدواج و یا اینکه عقد و نکاح با یک نفر اتفاق نامه بستن که تمام عمر با هم زندگی میکنیم، فرزند به دنیا می آوریم، چه مشکلی شد چه خرسندی شد از هم شکایت نمی کنیم، با هم میبریم حیات آینده را. جدیتر از آن است که به یک عکس نگاه کنیم و باور کنیم یک عکس هرگز کفایه نیست. اگرچه راه دور است، اگرچه اینجا مشاکل دیگر است، مثلا رفته نمی شود، می توانیم یک نفر را وکیل گیریم، وکیل پنهانی در اینجا جاسوسی نمی شود. یک خیش و تبار خود را که فلانی رو من عکسش رو دیدم، شمایان تماما عیان نکنید، یکی به خانهش روید، از همسایه‌اش پرسید، خودتان را یگان به چیز دیگر بزنید، مهم برای من درباره همین عائله یک معلومات پیدا کنید. البته او میگوید این گونه مشکلی بوده است. آره در ما هم مشکلی هست، اما حداقل ما می توانیم از اون عائله با خبر شویم با یک عکس دیدن که تماما نمی شود. و امروزه با یک تلفنی صحبت کردن، یعنی با یک بار با او صحبت کرد خیلی معقول شد، دیگر ما هم فاتحه کردیم، پس از یک سال خوب است، 2 سال خوب است، پس از مدت دیگر اینها کاملا از هم ناراضی هستند. و البته انا این چیز یعنی نباید این گونه خیلی شتابید و فقط عکس را دیده یا از یک نفر شنیده یا اینکه ظاهری یک نفر را دیده به او بها داد. و البته این شاید آخرین اشتباه باشد، اگرچه اشتباه هست، من مهمترینش رو گفتم. این گفتن ما که دیگران به ما فشار می آورند، یعنی داماد میگوید مجبورم کردن که مدتی کم هست، تو باید در همین 1 ماه ازدواج کنی، پدرت بیمار است، مادرت بیمار است، پدر بزرگت مامانت بیمار است، یا دخترک تو الکی 18 ساله شدی، تو باید از همین ها انتخاب کنی و فشار دیگران سبب شد که من انتخاب کنم. اگر اینجا به بالای دخترک به بالای داماد سنگ ببارد هم وقتی میداند اطرافیان مناسب نیست باید صبر کند. برای مثلا این مقصد از این است که شما پیر شوید. مثلا در بعضی کشورها، حتی کشورهای مسلمان، در ایران مثلا، در کشورهای عرب، در کشورهای خلیج هم خیلی رایج است، در مصر، لیبیا، لبنان، میبینید که مرد تا 40 ساله هست ازدواج نکرده است، انتظار فرصت مناسب است. و در شهرهایشان زنها تقریبا 36 ساله هستند ازدواج نکردن، انتظار نباید این گونه تا این اندازه، یعنی به این مسئله بچسبید تا این گونه ببخشید تا اندازه افراد کرد که مایان دیگر عمرمان نصفش تمام شد و هنوز در انتظار باشیم. نه، اما مقصد این است که وقتی 25 سالگی، 24 سالگی، 23 سالگی در ما سن ازدواج است و دارد کم کم بعضا بالا می رود، پایان می رود، اگر فشار آوردن که 1 ماه تو وقت داری، در همین وقت زن بیابی، تو فقط 1 ماه وقت داری، در این وقت باید تو حرکت کنی، اینجا نباید به این اهمیت داد. برای اون که ازدواج یا زندگی کردن و یا حیات رو شروع کردن جدی‌تر از اون است که برای من 1 ماه بدید. اگر برای ماشین خرید بود چیز دیگر، خانه خرید بود چیز دیگر، اما برای نفری که مادری فرزندانی من میشد، پدری فرزندی من میشد، برای یک نفر که من باید کلی او را قبول کنم، او باید مرا قبول کند، برای یک نفری که با او باید من کلی زندگی آینده را در یک راه ببرم، 1 ماه و 1 هفته و حتی بعضا 6 ماه و چند وقت خیلی کم است که نباید اطرافیان فشار بیاورند که این مدت است تمام کن، زود انتخاب کن، زود ما باید توی رو بگذرانیم. البته بعداً زود طلاق هم هست، زود بیماری های روانی و 1001 پشیمانی هم هست. این بود عزیزان آید موضوع امروزه ما، آید بزرگترین اشتباهات در انتخاب همسر، در انتخاب عروس داماد. خیلی امید دارم که این مشکلی ها از بین برود و اگر گذشتگان ما اصلاح نکردند و نشدند، مایان نسل آینده و یا نفرانی که پس از مدت ما را میشنوند یا پس از مرگ ما را میشنوند، امید دارم که این مشکلی ها و این بعضی عرف و عادت هایی که بر ضرر مایان است، بر ضرر جامعه خودمان هست، یک سو گذاریم و همان گونه‌ای که شریعت برایمان آسان کرده است و همان گونه‌ای که طبیعت انسان با آن خوشحال می شود، انتخاب همسر را این گونه
انتخاب کنیم تا اینکه بعداً انگشت ندامت نگزیم، تا اینکه بعد از این همیشه همدیگر رو و قسمت تقدیر رو در اینجا متهم نکنیم که قسمتم بود که این شد، در حالی که در این مسئله پروردگار برای شما اختیار را داده است. تا برنامه‌های دیگر در پناه الله باشید و همیشه صحت و سلامت و بالیده باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.